مرکز مطبوعات ریاست وزارت کارهای داخلی شهر دوشنبه خبر داد که در پیشروی فصل سرما با کمک کارمندان میلیشیا در حدود ناحیه فردوسی پایتخت تاجیکستان 3 نفر به جای کار و جای استقامت معین کرده شده. در دوام هفته جاری هر سه آنها را با جای کار، جای خواب و همچنین با لباس گرم تامین کردند. از جمله حبه سال تولدش 1970 زاده نویه مومن آباد ولایت ختلان چند سال باز در شهر دوشنبه به مکان بود و باش زندگی میکرده است. کارمندان میلیشیا او را نه فقط با جای خواب بلکه با لباس گرم زمستانه تامین کرده در مؤسسه اداره کنی و خدمت رسانی فوند منزل رقم 6 نویه فردوسی برای جای کارم پیدا کردند. میلیشیای دوشنبه قبلا خبر داد که روز 23 نوامبر 2 نفر دیگر بدون مکان استقامت معین به اداره میلیشیا دسترس گردانیده شدند. جم سال تولدش 1972 زاده شهر دوشنبه و ام سال تولدش 1998 زاده نویه یاوان نیز چند سال باز در حدود شهر دوشنبه به مکان زیست معین زندگی میکردند. مرکز مطبوعات میلیشیای شهر دوشنبه گفت آنها را در نظارت منطقوی اداره کنی و خدمت رسانی فوند منزل رقم 5 نویه فردوسی با جای کار، مزد و مکان بود و باش تامین کرده همچنین به هر دو لباسهای گرم زمستانه تحفه کردند.